چه پیام‌هایی روی مخاطب میتونه تاثیر خیلی زیادی بذاره. سلام، من کامران صحتم، کارشناس آراد، مشاور شما. چند وقت پیش یه خانومی در ایبی میخواست تبلیغ بکنه، پیشونیشو گذاشت برای تبلیغات و به همه اعلام کرد هر کی میخواد تبلیغ کنه بیاد پیام تبلیغاتیشو اینجا بچسبونه. یا یه مثال دیگه این که یه خانومی در امریکا میخواست ازدواج کنه، تصویر خودشو گذاشت وسط، مشخصات فرد مورد علاقه رو سمت راست نوشت و مشخصاتش رو سمت چپ و اعلام کرد هر کی میخواد با من ازدواج کنه میتونه به من ایمیل بزنه و پیام‌های بسیار زیادی رو تونست دریافت بکنه. این سبک از تبلیغات خوب یا بد ویژگیش اینه که باعث میشه مردم مبلغ شما بشن. یه نکته بسیار مهم در تبلیغات محیطی به اعتقاد آراد این هستش که کاری بکنید تا مردم مبلغ شما بشن. نکته بسیار مهم اینه که یادتون باشه دنیای امروز با گذشته خیلی فرق کرده و مشکل اساسی اینه که متاسفانه دنیا عوض شده و ما عوض نشدیم. عقاب